سلام به همه دوستای خوبم. حالتون چطوره؟ بچه‌ها اومدم سر یه نکته بگم و برم. یه سایتی هستش به نام بپوشم. بعد من همینجوری داشتم چند تا محصول بارگذاری میکردم توش و یه مشکلی که داشتم، یعنی همیشه باش برخورد میکنم، اینه که آقا میخوام محصولات فیک وارد کنم و بتونم به عنوان نمونه برگزیده کنم ببینم سایت به چه صورتی قرار میگیرم. ولی مثلا نگاه کنید به همین عنوان، این عکس پس زمینه داره، ولی عکسایی که من نیاز دارم بدون پس زمینه هستن. یعنی چی؟ یعنی فایل ها PNG باشن، نه JPG یا هر فرمت دیگه. ولی برای این کار که بتونم همچین عکسایی گیر بیارم دو تا راه داره، یا اینکه عکس‌ها رو دونه دونه ببرم توی فتوشاپ و PNG کنم که معمولا خیلی طول میکشه و حجم بالایی میگیره، یا یه کاری میتونم بکنم اینجا سرچ کنم به طور مثال لباس نوزاد، بیام توی تصاویر که میام گزینه تولز رو بزنم، از قسمت کالر ترانسپرنت انتخاب کنم. الان هر عکسی که من انتخاب بکنم روش کلیک کنم، کلیک راست، سیو ایمیج که بزنم، خب بذارید کم این و بذارید چند یکی، میبینید پس زمینش کلا بدون پس زمینه است. یعنی وقتی بیام اینجا سیو ایمیج بزنم، بذارید بیارم اینور، سیو که بزنم، عکس بدون پس زمینه برام باز میشه به همین راحتی و جذابی. و گزینه‌های خیلی زیادی داره، میتونید سایز انتخاب کنید، تایپ عکسی که میخواد، چه نوع تایمی باشه، تازه وارد شده باشه، قبلی باشه و مثلا قبلی که تایمی که ایندکس شده این عکس روی گوگل بتونید پیدا کنید و کلی گزینه دیگه که خیلی خوبه. تا یه دونه فن دیگه فعلا بچه‌ها، خدا نگهدار.